این سه تا بدنساز ایرانی رقیب سختی واسه هادی چوپان تو مستر المپیای 2025 ان. اولی شیر سرابی بهروز تابانیه که تو مستر المپیای پارسال یکی از رقبای اصلی چوپان شمرده میشد، ولی به خاطر مشکل ویزا نتونست خودش رو به رقبا برسونه. بهروز 32 سالشه و قهرمانیای زیادی داشته و توی دنیا هم معروف به هرکول ایرانی. نفر دوم غول مازندران جعفر غفار نژاده که استیج مسابقات هند رو به آتیش کشید و 7 تا مقام و مجوز ورود به مستر المپیا رو گرفت. جعفر 45 سالشه و خانمش هم مربی بدنسازیه. و در آخر وحید بادپی از خرم‌آباد که تو مسابقات اسپانیا استیج رو به خاک و خون کشید و مجوز مستر المپیا رو هم گرفت. وحید جان 38 سالشه و به تازگی با سحر رحمانی قوی ترین دختر ایران ازدواج کرده و همه تمریناشون هم با هم انجام میدن. شما هم افتخار این قهرمانای ایرانی لایکو بزنین و بگین که به نظرتون این سه نفر میتونن هادی رو شکست بدن یا نه.